وقتی 2 نفر از اعضای خانواده ناراضی باشن که گربه رو چرا نگه داشتی؟ مخصوصا پدر خانواده. چون تمام مسئولیت خانواده روی منه، بزرگ کردن گربه خیلی سخت میشه. وای عزیزم چقدر دوست دارم. چطور دلم میاد تو رو بیرون بندازم وقتی حتی طاقتت نمیگیره که توی حیات باشی و تنهایی بازی کنی و همش ما رو صدا میزنی میام میام. عزیزم تو که گربه بی پناهی هستی که به من پناه آوردی، چجور دلم میاد تو رو بیرون بندازم. دوستت دارم. آخه تو نگاه چجور پاش بازی میکنه، چقدر تو نازی. اصلا تنهایی طاقتش نمیگیره. شیطونی ولی خودش شیطون. نگاه خودش رو چجور لیس میزنه. برو کنار برو کنار. اذیت نکن عزیزم. بذار باران درساشو بخونه. بیا کنار عزیزم.